سلام، خوش اومدی به اولین ویدیو یوتیوبی من تینام. اگه بخوام یه کوچولو راجع به خودم بگم، چیزی که فقط شاید بدونید بهتر باشه، نقاشی میکنم، عاشق نقاشیم، شغلم این نیست اما خب همیشه نقاشی کردم. سهراب سپهریم، عاشق شعراشم، عاشق نقاشیشم، در کل خیلی برام آدم جذابیه و چون خیلی علاقه زیادی بهش دارم حس کردم که دوست دارم با شما به اشتراک بذارم، بیام اینجا براتون بخونم، یه کوچولو تفسیرش کنم. تفسیر که یعنی مثلا چیزی که خودم برداشت میکنم بهتون بگم، به خاطر اینکه حس میکنم خیلی سهراب بهم نزدیکه. منم توی نقاشیام انتزاعی کار میکنم، عاشق نمادم، نقاشیام پر از نماده و سهرابم اونطوریه، عاشق طبیعت اینجا افتادم. به خاطر همین برام جالبه دیگه. یه چیز جالب تری هم که سهراب سپهری داره اینه که خیلی ساده میبینه و شاید بیان میکنه و این جذاب ترش میکنه، در عین حالی که شعراش خیلی عمیقه، احساسیه و پر از مفهوم و نکته است. خب اینو بذاریم بکنم چون که تو مخم داره میره. امروز اصلا خوردم نخونم شغلش شد. خب امروز میخوام به عنوان اولین شعری که با هم دیگه میخونیمش، شعر شورمرا رو براتون بخونم. به نظرم خیلی خیلی شعر عمیقیه و خیلی لطیفه. امیدوارم که دوست داشته باشیدش. چیزی که اولین شعر میخوام بهتون بگم اینه که به نظرم سهراب توی این شعرش اومده ما رو دعوت کنه به جستجوگر بودن، اومده ما رو دعوت کنه به آشتی با طبیعت، اومده ما رو دعوت کنه که زیبایی‌هاشو ببینیم و دنبال معنا بگردیم همراه با زیبایی‌هایی که توی طبیعت وجود داره. خب پس اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. من براتون شروع میکنم. شورم را من سازم، بندی آوازم، برگیرم، بنوازم، برتارم، زخمه لا میزن، راه فنا میزن. من دودم، میپیچم، میلغزم، نابودم، میسوزم، میسوزم، فانوس تمنایم، گل کن تو مرا و درآ. آینه شدم، از روشن و از سایه بری بودم، دیو و پری آمد، دیو و پری بودم، در بیخبری بودم. قرآن بالای سرم، بالش من انجیل، بستر من تورات، و از بر پوشم اوستا، میبینم خواب، بودایی در نیلوفر آب. هر جا گلهای نیایش رست من چیدم، دست گلی دارم محراب تو دور از دست، او بالا من در پست. خوشبو سخنم نی؟ باد بیا میبردم، بی توشه شدم در کوه. کجا گل چیدم، گل خوردم، در رگها همهمه ای دارم. از چشمه خود آبم زن، آبم زن و به من یک قطره گوارا کن، شورم را زیبا کن. باد انگیز، درهای سخن بشکن، جا پای صدا میرو، هم دود چرا میبر، هم موج من و ما و شما میبر. ز شبنم تا لاله بیرنگی پل بنشان، زین رویا در چشمم گل بنشان، گل بنشان. خب بچه‌ها شعر اینجا تموم میشه، اما داستان من اینجا تموم نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا باورتون نمیشه که چقدر معنی داره. آدم وقتی میخونتش شاید اون حس به دلت بشینه، بفهمیش، اما وقتی میخوای دونه دونه نماداشو بذاری کنار هم خیلی عمیق تر از اون چیزیه که فکرشو کنی. قول میدم بهت. گوش کن. بذار من از اینجا از نوشته‌ام کمک بگیرم. خب بچه اولین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که شور کلا معنی جوشش و شادی و زندگیه. این شعر رو برای شور و شوق و امید به زندگی بهمون هدیه دادتش. خب حالا اولین بیتی که ما اینجا داریم میگه من سازم، بنده آوازم. خب اینجا میاد خودش رو به ساز تشبیه میکنه.
میخواد به نوعی به محدودیتاش اشاره کنه. یعنی من فکر میکنم میخواد به این جسمی که داریم، به این محدودیت هایی که ما تو این دنیای مادی داریم میخواد اشاره کنه. میگه برگیرم بنوازم. اینجا سهراب میخواد از این بندها رهاشه، از این بندهای مادی، از این بندهای دنیوی میخواد رهاشه. و میگه که بندهارم زخمه لا میزن. عرفانی به معنی فنا و نابودیه. از این جسم، از این کالبد، از این دنیای مادیمون بیاید فراتر بریم، بیاید رهاشیم و یه جورایی به هیچ، به نابودی داره به همون اینجا اشاره میکنه برامون. میگه که من دودم، میپیچم، میلغزم، نابودم. اینجا میاد خودشو به دود تشبیه میکنه. میخواد بگه که یعنی نیستم. من میتونید حسش کنید نه؟ بچه‌ها همون دود معنی فناپذیری رو دوباره میده و میخواد بگه که این دنیا چقدر فناپذیره، این جسم ما چقدر فناپذیره. در واقع داره تکمیل حرفای قبلیش رو اینجا برای ما میده. بعد میگه که میسوزم فانوس تمنایم. سهراب داره از حساش میگه، از احساس تنهاییش، از عشق نافرجامش. فانوس تمنایم یه جورایی استعاره از امید و آرزوهاشه. فانوس چون روشنی داره، چون راهو برات روشن میکنه، خواسته اینجوری به ما با کنایه بفهمونه که چقدر امید و آرزو داره، چقدر دلش میخواد بفهمه و چقدر دلش میخواد که بدونه. میگه گل کن تو مرا و درا، آینه شدم، از روشن و از سایه بری بودم، دیو و پری آمد، دیو و پری بودم، در بیخبری بودم. اگه میشه اینجا آینه نشون دهنده اون حالتی از آگاهیه که سهراب میگه که انگار اون توی حالتی بوده که خیلی ناخودآگاه بوده، ناگاه بوده و نمیدونسته و از اون حالت اومده به حالت آگاه شدن، اومده به حالت باخبر شدن و اینو به آینه تشبیه کرده. میاد از قید و بندهای روشنی و تاریکی، یعنی یه حالت دوگانگی و محدودیت ها انگار رها شده و به یک حالت آینه واری رسیده. اینجا جالبه، میگه دیو و پری آمد. چی داره میگه؟ دیو و پری چیه؟ دیو و پری اون بدیها و خوبی‌هایی که درون تو وجود داره است. جالب نیست؟ اون بدیهایی که توی ناخودآگاه، اون سایه‌هایی که توی روان و ناخودآگاه ما وجود داره است و داره اینجا به اون اشاره میکنه. ها میتونه نشون دهنده جنبه‌ها و ابعاد مختلف انسان هم باشه. پری آمد، دیو و پری بودم، در بیخبری بودم. یعنی ناخودآگاهش، اون سایه‌ها وقتی رفته جستجو کرده، اون سایه‌ها اومده بیرون و اونا رو دیده و فهمیده اونا توی خودش بودن و فقط سهراب بوده که از اینا خبری نداشته و در واقع سهراب اونا رو فقط نمیدیدتشون، یعنی توی ناخودآگاهش عمیقاً بودن و وقتی میاد میگه که اینا بودن اما من نبودم، یعنی من تو بیخبری بودم. اصلا مغز آدم میترکه. من بالای سرم، بالش من انجیل، بستر من تورات، از بعد پوشم اوستا، میبینن خواب بودایی در نیلوفرا. تمام ادیان رو اسم میبره و میخواد بگه که این راه معنوی و سیر و سلوکی که من شروع کردم در واقع تمام این دینها رو در بر میگیره و این دینها در نهایت همشون یک حقیقت رو دارن میگن و همشون به یک جا میرسن. بهتون میگم اون یگانگی، وحدت رو میخواد برسونه. میگه هر کجا گل‌های نیایش رست من چیدم. این دسته گلی دارم. اینجا داره اشاره میکنه به اینکه توی طبیعت حالش خوبه و میتونه نیایش کنه، براش معنویه و یه بستر امنی رو براش پهن میکنه طبیعت که میتونه اونجا هر چقدر که دلش میخواد از اونا برداره و یه دسته گل بچینه و اینو تعبیر و تشبیه کرده، یعنی به اون باری که یا مثلا چیدن رو به اون برداشتن اندوخته های حالا دلی، قلبی. هر کسی میتونه هر جوری که دلش میخواد، چیزی که باور داره تعبیرش کنه. این باور سهرابه. خب ما میتونیم اینو برای خودمون، به دل خودمون، به اون چیزی که فکر میکنیم ربطش بدیم بیشتر. محراب تو دور از دست، او بالا من در پس. اینجا داره اشاره میکنه به این فاصله و در واقع جایگاهی که حالا با خدا، با معنویت یا با اون مقامی که بیشتر و بزرگتر از خودش میبینه داره اشاره میکنه. میگه تو محراب داری و بالایی اما من این پایینم، که خب میفهمی که در واقع چی. میگه خوشبو سخنم نی، یه جوری طنازی میکنه دیگه. میگه که قشنگ دارم میگم، آره اصلا میدونی دیگه. یه باد بیا میبردم. این از چیزای طبیعی استفاده میکنه برای اینکه مثلا یا بگه که بیاد منو ببره
به جاهایی که تجربه‌های جدید تونم داشته باشم، یا مثلا داره میگه که این یه چیزیه که میاد و میبره تو رو، حالا چه بخوای چه نخوای. در کوه کجا گل خوردم. انگار میگه من مثلا آمادگی این سفر رو نداشتم، انگار یهو اومده این سفره و سهراب با خودش همراه کرده، مثلا انگار چیز جمع نکرده بودم، آمادهش نبودم، ولی خب رفتم. کجا گل خوردم. بچه‌ها اینجا میخواد به اون حس تجربه گر بودنش اشاره کنه. چیدن و خوردن گل هم میتونه هم از لذت بردن از لحظه های زیبای طبیعت یا میتونه نشون دهنده اون تجربیات رو به زیبایی درونی کرده و تجربهشون کرده یا تو پذیرششون رفته. میخواد این حس رو به ما برسونه. درک ها همه دارم، از چشمه خود آبم زن. میخواد از حس و حال درونیش ما رو باخبر کنه. میخواد بگه که از اون چشمه بچه ها یه جورایی تعبیر میشه به دونستن، به آگاهی، به اون چشمه که انگار اصل ما ازش میجوشه داره اشاره میکنه. میگه که از اون چشمه یه آبی به هم بزن، یعنی انگار داره میگه که یه ذره آگاهی به هم برسون. میدونی انگار این در تلاشه که این آگاهی رو جستجو کنه، این معنا رو برای خودش پیدا کنه و چقدر قشنگ داره با چیزایی که انگار میبینه و حس میکنه اینا رو برای ما مینویسه. و به من یک قطره گوارا کن، شورم را زیبا کن. یعنی چه؟ میگه یه قطره از اون چشمه هم در واقع منظورشه دیگه. میگه یه قطره از اون منو گوارا میکنه، انگار آتش منو برطرف میکنه، میخواد به همون برسونه که چه احساسی داره، چه حالی رو تجربه کرده. میگه شورم را زیبا کن. شور که بهتون گفتم چیه دیگه، اون اول شعر داره میگه که یه جوری امید و آرزوییه که سهراب داره، حالا برای پیدا کردن نمیتونیم بگیم عشق، برای معنا تو زندگیشه یا نیایش عرفان، هر چیزی که ما میتونیم ازش برداشت کنیم میتونه باشه. من دارم بیام ویدیو رو چک کنم چون که اولین باره اصلا نمیدونم چطور داره میشه. امیدوارم خوب باشه.